مهاجر ازبک رستم مصطفی ساعتهای طولانی بین زمین و آسمان دیوار و تریزه‌های بناهای بلند آشیانه سنت پترزبورگ را پاک می‌کند. بعد از کار این مهاجر 34 ساله به وعده‌اش وفا کرده به قوه آزمایی دسته ماکسیما می‌پیوندد. این دسته فوتبال سال 2007 در شهر سنت پترزبورگ تشکیل شده مهاجرانی را که با مشکلی در جامعه معاصر جای خود را پیدا می‌کنند به هم آورده است. مصطفی قلوف میگوید زندگی در روسیه برای یک مهاجر خیلی دشوار است، زیرا روس‌ها اکثرا مهاجران را با اشغال جایهای کاری مردم محلی متهم میکنند. برای رستم دسته ماکسیما مثل عائله است. من به دسته همون عادت کردم. اعضای دسته برای من همه‌شون دوست هستند. ما سالهای طولانی با هم هستیم. رستم 3 فرزند دارد و در ازبکستان فوتبال باز کسبی بود. او سال 2012 برای مهاجرت کاری به روسیه آمد و به دسته ماکسیما پیوست. پایه‌گذار و سرمربی دسته ماکسیما بختیار یوسپوف هم مهاجر کاری از ترکمنستان است. او میگوید این دسته فوتبال بازان به اصطلاح غیر حرفه‌ای را با آن هدف تشکیل کرده است که هر عضو آن خود را برابر با دیگران حساب کنند. ما می‌خواهیم هر کسی که در دسته ما فوتبال می‌بازد خود را شهروندی برابر حقوق بداند. تیم ماکسیما از شهروندان ازبکستان، ارمنستان و کشورهای افریقایی مالی، کامرون و مصر عبارت است. سال گذشته در مسابقه دسته‌های غیر حرفه‌ای سنت پترزبورگ جای چهارم را اشغال کرد. عضو مصری این دسته محمد حافظ در وطنش به خانم روس ناتالیا دل بسته از پس او به روسیه هجرت نموده است. او آرزو دارد که روزی مثل هموطنش ستاره دسته فوتبال لیورپول محمد صلاح در پرمیر لیگ انگلیس هنرنمایی میکند. حافظ دودل است که هنگام قوه آزمایی روسیه و مصر در جام جهانی فوتبال از کی پشتیبانی کند. برایم خیلی مشکل خواهد بود که هوادار روسیه شوم یا اینکه مصر. امیدوارم که هر دو دسته به دور بعدی جام جهانی راه خط میگیرند. امیدوارم که روز من هم به دسته مصر شهرت جهانی خواهم.